زی خانگی والا دو تلوار والا از این کم انداز کده، یک دو پلیت والا انداز کده دیگه. ایره غول چه میت خوب پس مونی. این یک قاشق نمک انداز مونی. نه تو قبل منیشی 4 دانه تخم انداز مونی تا که خوب مزدار باید نرم شونه بسرخشی. ای 2 دانه 3 دانه 4 دانه دیگه. چیزا تخم شیره میگیری منیش میکس مونی. تخم شیره میگیری خوب پس مونی تا که درد نخوره. شیره بینیش انداز کنی. ایشی او بوره است، منیش انداز کنی. یک کیس نمک والا خوش داره، یک کیس بوره والا خوش داره دیگه. بس من بوره والا خوش داره. یاله ایره میتر بگیری میکس کنی. یک قاشق مایه انداز کنی. یالی ایره بگیری میکس کنی. ایره بگیری شور بدی خوب گرد شد. و دوستای گل یال موسل کنی که هردی اسمو خمیر شده نشده. سل کنی بسم الله. ماشالله آرد اسمو شده دیگه. این سل کن ماشالله را. این حالی بوری آیسته آیسته بوری چیز کنی جور کنی. شما قد اسمو باشی. خود دوستای المو اینجی دی سرخوی خوره اوار کردی دیگه. زولی خورمونی تا که پاس میشه دیگه. الان 2 بجه شده دوستا. سل کنی این تا خوب نرم شده ماشالله. روغن چقدر شیرش زیاد کرد. خود دوستا باز اینی تا ریزه ریزه بگیری خوب زوله کنی تمام شه. یک رنگ تای دسترخوان ولی تا که خشک نشونه دیگه. ماشالله تمام شد تیار شد. این حالی جور کنی. خدا دستر روی خمیز نشاو دخواه خون دستر روی خمیزه. اینه دیگه دوستا تیار شد.
اینه دوستای گلمو پخته شده بسرا اینه اینه پخته شد دیگه بسرا ماشاءالله چه قسم خوب شی زرد زرد ماده یمینه کیمره تا معلوم میشه ماشاءالله خوب خوب زرد زرد ماده این ریسیپی بسرا